خب سلام، عرض ادب و احترام. یه پوزیشن پر ریسک داریم روی یورو یو اس دی جذاب. ببینیم چه اتفاقی براش میفته. خب ستاپ ما اینجا تشکیل شد و ما وارد معامله شدیم. پر ریسک بودنش به این دلیله که نقدینی کفش هنوز جمع نشده، ولی من 1% یه دونه معامله بیشتر نزدم و حجمم بهش اضافه نمی کنم این معامله، چون به شدت پر ریسکه. یه نود پایین داره، هنوز اون نوده رو نبسته. هنوز ذره جا داره بیاد پایین. من محدودی اول وارد شدم، اگه بخواد حرکت کنه گفتم شاید جامون بذاره. یه ذره پایین تر میتونه بیاد. خب اکانتمون هم که طبق معمول اکانت ریل هست. بالا سمت چپ مشخصات کامل بروکر، حساب، همه چیز مشخصه که هیچ سوال و ابهامی در این تریدای ما نباشه، مثل دوستانی که دمو ترید میکنن. ما دمو ترید نیستیم برای 1100 بار. خب فعلا تقریبا 0.5% ما توی ضرریم. ریسک معامله به شدت بالاست. اگه کفو بزنه میتونه خیلی بریزه بچه‌ها. حد ضررتون رو دست نزنید، چون سیمتریش یه دونه بلاک قوی و پرقدرت داره. کف اگه بشکنه خب صبر میکنیم. این معامله جای حجم زدن دوباره، اضافه کردن و اضافه کاری رو نداره. هیچ اضافه کاری توی این معامله نداریم. در مورد ریسک بالاش هم گفتم، به شدت ریسک بالا و با رعایت مدیریت سرمایه 0.5% الی 1% میتونین وارد شید. کسایی هم که نتونستن این معامله رو بگیرن، نه اینجا وارد نشن. نقطه ورودی که من وارد شدم 1 تیک بالاتر رو اگه زد میتونن وارد بشن. حالت لیمیت میتونین بکارین. من اسپردم بالاست. بچه که اسپردشون پایینه 0.5%. حالا صبر کنیم ببینین چه اتفاقی برای این معامله میفته. میتونه، من 1 دقیقه رو ببینم. خواهی میکنم. معامله اگه بره تیپیو بده معامله خیلی قشنگه. فقط تنها مشکل اینه که کندل اگه بالا مثبت ببنده یه دقیقه دیگه مونده. بچه ها کسی وارد نشه. اونایی که وارد نشدن لیمیتتون رو بردارین، چون این حرکتی که من دارم ازش میبینم احتمال داره یک کف دیگه بزنه. یک کف دیگه بزنه بره از بلاک پایینی، بعد شروع کنه به حرکتش. ریسکش خیلی بالای این معامله. نه من نمیبندم، من روی معاملم هستم. یا استاپ یا تیپی. تحلیل ما انجام دادم، ورودم هم زدم.
طبق تحلیلم رو معاملم هستم. مدیریت سرمایه هم رعایت کردم دیگه. 1% وارد شدم. نانتش 1% میتونه بهم ضرر بزنه. خشکش زد باز. حداقل بیا تکلیف ما رو مشخص کنی، یا میخوای بری بالا یا میخوای بیای پایین. احساس میکنم یه کف دیگه میتونه بزنه استاپ ما رو، شیک و مجلسی تاچ کنه بعد بره بالا. بچه ما سودمون رو داو جونز گرفتیم دیگه. از سود داو جونز داریم اینجا ترید میکنیم. من اونجا 4% سود گرفتم، 1% رو اینجا ریسک کردم. شما که اونجا 2% ریسک کردین، 0.5% اینجا وارد شدین دیگه. 0.5 یا 1%. اگه استاپ بشه هنوز 1 یا 1.5% توی سودین. معامله دوممون هست دیگه. اگه من ضرر بزنه هنوز 3% توی سودم. حرکت هم نمیکنه آخه، چیکارش کنیم؟ هستیم فعلا رو معاملمون. بچه اگه این کنده رو منفی بس معاملتون رو دستی ببندید. آره دستی میتونید ببندید معاملتون رو. چون مارکت جون نداره الان، ساعت تقریبا 1:30 فکر کنم. انتظار داشتیم قبل فری مارکت این بره بالا، تیپی ما رو بده، بعد بیاد یه کف دیگه بزنه. هیچ حرکتی هنوز انجام نداده، خشکش زده. خب داره میاد رو بلاک 1 دقیقه. تا این مقداری که مشخص کردم میتونه بیاد پایین. خب تاچش کرد، ببینیم چی میسازه برامون. خستمون کرد. ببینیم 1 دقیقه دیگه کندلا رو مثبت میبنده.
داو جونز حسابی بهمون حال داد. شارپی اومد تیپیمون داد. یارو هنوز حرکتشو انجام نداده. صبر میکنیم صبر. یه کارایی داره انجام میده. خب کندلش اگه مثبت ببنده که عالی میشه. حرکت نمیکنه. بریم یه چای بخوریم ببینیم چیکار میکنه. میگه صبر تلخ آمد لکن عاقبت میوه شیرین دهد پر منفعت.
گندمی را زیر خاک انداختن، پس ز خاکش خوشه ها برساختن. ما هم صبر میکنیم دیگه، یا استاپه یا تیپی. سود روزانمون هم گرفتیم. این معامله چه سود بشه چه ضرر، ما توی سودیم. خب ما رفتیم چایمون هم خوردیم، برگشتیم، هنوز حرکت نکرده. یه دقیقه‌ش هم چیزی برامون نساخته. اگه این کفو بزنه خیلی میتونه بریزه. این نود این بالا داره، میدونم که سقفه دیگه. خب داره میاد سمت استاپمون. بعد از مدت ها. برو داداش، به استاپ زدنت برو، ما کار داریم، میخوایم امروزمون رو حداقل با 3% سود ببندیم بریم. پنجاه درصد بلاک هم اومد. خب ببینیم کفو میتونه بشکنه. اگه بشکنه خیلی میتونه بریزه. حوالی استاپمونه. ببینیم فیک میشه یا استاپمون رو میزنه. استاپ تقریبا دیگه، کفو زد. انتظار زدن این کفو ما نداشتیم ازش. پوزیشن پر ریسکی بود. اینم از استاپمون. بزن. خب زد دیگه، استاپمون رو زد. ببینید دیدی گفتم